from last سلام night. بچه خوب هستیم. من امام آرزد هستم. اومدیم با اکانت فری فایر 2 سال قبل من یه نگاهی کنیم بهش و ببینیم لذت ببر. بچه به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه من دیگه دوستان رو نمیزدم، دونه دونه میریم جلو. این پیام از اخبار تعطیل مدارس برای داداشم اومده. بعد این ستان من که 226 تا لباس دارم، 129 تا شلوار، چه موهام 104 تاست نزدیک شلوارامه. بچه از این حمایت کنین که من دیده شم. اگه شما کمک کنین زود میرسیم به 50 تا سابسکرایب و بریم 100 تا و 200 تا و 300 تا و 500 تا و 1000 تا. بله بچه حتما این ویدیو لایک کامنت بزنین، سابم کنین. حالا به شما چی میرسه سایت میکنین، یه سابم کنین حداقل برسیم به 50 تا. من قرار بذار کارشم قیافه رو نشون بدم، با قیافه بریم فری فایر هر بازی کش کنست. بچه این پروازیه من فکرم ندارم، این اکانت من دست فامیل دارم، اصلا هیچی ندارمش. بعد 2 سال اومدم رو ببینم چیه. اینطوری که فامیل هم روش جم زده. من دیگه دارم اینطوری حرف میزنم، شما بدین از اکانت لذت ببخشید بچه من گفتم من حرف میزنم ولی از اون حرف زدم، ولی اکانت من از الیت خفوش به بله موقعی که نوتیفیکاسیون اومد. خیلی دیگه خفوش میکنم. بچه اینجوری نگاه کنید چقدر اکانت من بنیر داره، فقط 2 تا سگ داره. کارت تغییر اسم که این کارتا که بهاش میشه زیر زندانی بگیری اینا یادم نی. اون آبیه رو من نمیدونم چیه. من باکس هست که 2 تا باکس دارم بازش کنم. اون یکی رو بچه دارم که بازی کنم. ماشالله هر دو توشم تایمی میده، یعنی دائمی نمیده. حتی دلمون خوش بشه بگیم بعد 2 سال اومدی 2 تا تایمی داره، 2 تا دائمی داده. اکبر الان این سراغ گانه ها بخش جذاب هست. همه گانه رو نشون میدم، اونایی که مهمه رو نشون میدم. بچه ببینید بعضی جا انداختم تو کامنت بنویسین که دفعه بعدی فلان فلان. من ایده ویدیو بدی، هر ویدیویی که شما دوست دارین رو به من بگیرم. هر گیم فقط گیم باشه که گوشی بشه نه رو لپتاپ. لایف سیمولیتور 2 هم میتونم بذارم براتون، ولی شما باید حمایت بکنین. من بیشتر از اینا هم براتون بذارم. حمایت کنین حداقل به 50 تا ساب برسیم. نوکرتون. بریم ویدیو خیلی حرف دارم ببخشید بچه. این چه سوتی دارم، بریم سراغ ویدیو. الان ویدیو ادامه شه. وای من گفتم بریم ادامه ویدیو. گو واو
بچه های حرف بزنن این رابط این ویدیوی فیلوفر من این فیلوفر رو داشتم که ببینم چسایی گیم میستنن یا ولاگ. اگه ولاگ دوستان ولاگ روزانه 24 ساعته 12 ساعت با یه رنگ اینا رو من بگیم براتون بذارم. نه اینم نمیدونم چه ویدیویی بذارم. باید شما حمایت کنیم مسئلات کارتون نویسیم فلان. اگه برفاس هر ایده ای داریم بهم بگین دیگه من انجام میدم برای شما. این بوتومه رو میبینی؟ این بوتومه خفاشه، اینو باید 100 تا جمع میکردی بهت میدادش. اینجا اکانت من خیلی جالبه، نمیدونم چون ساکورای طلایی با هیپاپ طلایی هست برنامه‌تر یوتیوبری. نمیدونم فامیلم اینا همه بودش، من هیچی اطلاع ندارم. من چون من که دست رو بازی نکردم فامیلم اینم بازی نمیکنه، نمیدونم چرا برام ریپورت میاد چیتر فلان ملان بسفلانه. آره خلاصه رسیدیم به ترجیح. بله باشه این گانه رو من میخواستم شمشی بزنم دستم ولی خودتون اینجا از خانه دنس احترام. آره و اومدیم ما برایتون گانه لول ایمان نشون بدیم. یه دونه ایکسمیت لول 3 دارم فکر کنم 3 4 نمیدونم چون بازی نکردم دیگه جمع هم نزدم من. 3 بله. خب بچه رسیم به تای ویدیو به چیزی که ویدیو رو تماشا کردیم وقت سینو گذاشتیم. هر کی اگه خواهشن ساب بکنیم که ما برسیم به 50 تا. خدا نگهدار تا ویدیو دیگر.